در اسلام مسئله نامحرمی و حس شرم و حیا بسیار جدی است. وقتی که زنان و مردان نامحرم با هم رقص و بازی میکنند، این عمل میتواند به فتنه و گناه آوردن رساند. نامحرم بودن زن و مرد معنای آن را دارد که بین آنها حد معینی رفتار وجود دارد. در روایت طبرانی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: بهتر است برای یکی از شما که با میخ آهنین به سرش زده شود از آن که به زن نامحرم دست بدهد. این حدیث نشان میدهد که حتی تماس عادی با نامحرم ممنوع است. پس رقص و بازی یکجایی باز هم بیشتر حرام و ناجایز می باشد. زنان و دخترانی که در چنین محفل شیطانی اشتراک میکنند، پدر، برادران و شوهرشون دیوس میکنند. مردی که ناموس و غیرت داشته باشد هیچگاه اجازه نمیدهد که زنان خاندانش در محفل‌های فاسقان و فاسدان در بین مردان فاسد و بیناموس رقص و بازی و بی‌حیایی کنند. بعضی مردان این ملت کیها با ناموس و غیرت خداحافظی کردند. پناه به خدا از چنین بی‌غیرتی. در مورد دیوس، این کلمه در اسلام به شخصی گفته می شود که نسبت به ناموس اهل خانواده‌اش، زن، دختر، خواهر بی‌پروا است و اجازه می‌دهد که آنها کارهای ناشایسته انجام دهند. در روایت احمد آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: 3 گروه هستند که به بهشت داخل نمی‌شوند. یکی از این 3 گروه مردانی میباشند که دیوسند. حکم دیوس در اسلام بسیار سخت است و علمای مذهب حنفی میگویند که چون شخص گناهی کبیره انجام میدهد، زیرا او مسئولیت حفظ اهل خود را ترک کرده است. خلاصه رقص و بازی زنان و مردان نامحرم خلاف آداب اسلامی است و برای پدران، برادران و شوهران لازم است که غیرت داشته باشند و اهل خود را از چنین عملها نگاه دارند. این نه تنها مسئولیت اجتماعی بلکه امر دینی می باشد.